به نام و بعد خدا بسیار زیاد خوش آمدین به یکی دیگه از درس ها. ایام رمضان است. خداوند طاعات و عبادات شما را قبول داشته باشه. امروز بخیر میخوانیم جمع و تفریق نه بلکه قیمت های پولینوم را، بلکه قیمت پولینوم یا در انگلیسی برش چقدر میگن، میشه که بگویم evaluation of polynomials، یعنی قیمت های مختلف پولینوم را ما پیدا بکنیم. زمانی که به عوض متحول، چون شما همیشه پولینوم میبینید یک دانه متحول داره، یا مثلا x داره یا y داره یا z داره، اکثرا که x داره. تو به جای x اگر کدام عدد را قیمت بنی با زور حل بکنی کلش ساده بسازی، اون را evaluation of polynomials یا قیمت پولینوم برش میگن، که اکثرا این چی مانا میتن؟ محاسبه قیمت پولینوم برای یا قیمت مشخص متحول. مثلا تو px داری px، اگر بخوای پیدا کنی pa را، این چی مانا میتن؟ که یعنی به جای x قیمت چند بون؟ قیمت a بون. وقتی که پولینوم px را به تو میده و میگه pa را پیدا بکن، به این مانا که این x پس کو، به جای هر x که تو میبینی جاش چی بون؟ a بون و قیمت را محاسبه بکن. مثلا ما ایدان پولینوم داریم px مساوی به 2x مربع منفی 3x مثبت 5، px مساوی به 2x مربع منفی 3x مثبت 5. بر ما گفته p2 را پیدا بکنید. این اول گفته p2 را پیدا کنید. p2 به این مانا که این چیزی که x میبینی به جایش 2 بون. خب الان پولینوم p، همون پولینوم p xش تبدیل به چند شده؟ 2. یعنی که به جای x قیمت چند بون؟ 2 بون. پس این حال p2 به این مانا که 2 خودش ضربه بین x و ضریبش چه علامت؟ ضرب. به جای x بون 2 به توان 2 خودش منفی 3 خودش ضربه به جای x چی بانیم؟ 2 جمع 5. این حال p2 مساوی میشه به، اول از توان رفع میکنید 2 مربع 4 باز 4 ضرب 2 میشه 8 منفی خودش 3 ضرب 2 6 جمع 5. p2 مساوی میشه به 8 منفی 6 2 جمع 5. جواب سوال میشه 7. یا مثلا گفته که p منفی 3 را پیدا بکنیم. p منفی 3 را پیدا بکنیم. p منفی 3 است. خب p منفی 3 ایجا پیدا بکنیم. این پولینوم p است. x هایش پس که بجایش چی نشته که منفی 3، چون که ای منفی 3 یک علامه هم داره در خود، باز خوب است که داخل قوس نشته کنیم. مثلا این دو را خودش بجای x نشته که منفی 3 باز توان خودش منفی 3 را خودش، یعنی منفی 3 را باز بجای x قوس بتیم منفی 3 نشته که جمع 5. این حال ایره توان شل کو، قوس شل کو، توان شکل کنیم. منفی 3 که مربع شوه میشه مثبت 9، چون منفی که مربع شوه مثبت، منفی که دو دفعه ضرب شوه سعی کنیم منفی 3 را که دو دفعه ضرب بکنیم. منفی 3 منفی ضرب منفی مثبت 9 باز مثبت 9 از ضرب 2 شوه مثبت 18 که در اول است مثبت چون نشته نمیکنه. منفی ضرب منفی عدد ضرب عدد، منفی ضرب منفی مثبت 3 9 جمع 5 که جواب از این میشه 33 یا 32 میشه. بنابراین شاید 32 شه، وقتی که دیگه 32 میشه خاطر نداره. یا یگان دفعه میگه p یک چیز جمع p دیگه چیز پیدا کنیم. مثلا اگر بگه p 2 رو پیدا کنین جمع p منفی 3، تو بازی این سوال اینمی دقیقه حل میکنی. میری جدا اول p 2 رو پیدا میکنی که 7 شد جوابش، باز میاری 7 p منفی 3 پیدا میکنی. p منفی 3 جوابش چند شد؟ 32. جواب سوال چند میشه؟ 39. یعنی یگان دفعه که جمع تفریق یگان چیز شما خواسته گونه باز جدا مجبور استی هر کام شد دانه دانه حل بکنی. خدا کنه که رو فهمیده باشین. وقتی که میگه px این چیز است، p چیز پیدا کن، باز به اونجا x چیزی که x میبینی به جایشون همون چیزی را که بر تو داده امور قیمت میمانی و حلش میکنی. و بریم پیشتر که یک مثال دیگر کار میکنم. داریم فعلا یک 2-3-4 دانه مثال داریم به کار کردن. نوارا کار میکنیم باز پیش میریم بخیر.
در مثال دیگه گفته QX مساوی است به X مکعب منفی X منفی 1. QX مساوی است به X مکعب منفی X منفی 1. از ما خواسته QE منفی 2 QE 1 را پیدا بکنیم. QE منفی 2 منفی QE 1. این Q که است نام پولینوم است، نه Q نام پولینوم است، یعنی هم پولینوم Q فقط به جای X چند مانده؟ منفی 2. بازی همون پولینوم Q به جای X چند مانده؟ 1. خب به خاطر که تو اینجا اصلا دو دان سوال است که QE منفی 2 رو پیدا بکنی، باز QE 1 پیدا کنی، باز او رو هر دویش با هم تفریق بکنی. اول من QE منفی 2 رو پیدا بکنم، به جای X چند نشته کنم؟ منفی 2. قوس چرا گرفتم؟ چون که عدد منفی داشت، مثلا اینجا دو تا منفی رخ به رخ میشد، نه؟ QE منفی 2 منفی که 3 دفعه ضرب شد، پس منفی 2 به توان 3 چند؟ 8. منفی ضرب منفی مثبت 2 منفی 1. این را کس نفهمید منفی 2 به توان 3 چطور منفی 8 شده؟ نه، منفی 2 را 3 دفعه ضرب کن، منفی ضرب منفی مثبت، باز مثبت ضرب منفی منفی 2 2 4 4 2 8. خدا کنه که فهمیده باشه. جواب سوال چند میشه؟ میشه منفی 7. این خود از QE منفی 2 شد. QE 1 چی مانا که به جای X چند نشته کنیم؟ 1. 1 به تان 3 پس 1 است، 1 منفی 1 0 تنها چندش میمونه؟ منفی 1ش. ایناله QE منفی 2 منفی QE 1. جوابش چند میشه؟ QE منفی 2 چند است؟ اینو منفی 7 است. منفی این خود اول که بود من قوس نگرفتم، اما اینجا یک دون منفی از خود مسته QE 1 میاره که منفی 1 بازور قوس بگی بخاطر که منفی که از او باید ضرب شه. باز این اول این منفی 7 خودش منفی ضرب منفی مثبت 1 که جواب سوال چند میشه؟ منفی 6. خدا کنه که این را هم فهمیده باشه. بریم به تعقیبش سوال بعدی. سوال بعدیش فکر کنم در امتحان کنکور سالهای 2018 19 20 21 هم بود دیگه. بعد از 21 من خبر ندارم که بود نبود، به دلیل که من دیگه کتی کنکور نبودم. بعد از من تا 21 بودم، سال 21 بودم، 20 بودم، 19 بودم، 3 سال من کتی بچه های کنکور بودم. باز سال 21 دیگه نصیب و قسمت نبود، سال 22 دیگه نبود دیگه. بعد از یعنی 21 دیگه باز من کتیشان نبودم و نمیفهم که این سوال آمده نامده چه قسم بود نبود. خب پیش از او خود یادم است که این سوال ها از اونجا بود. پی x مساوی به x به توان 100 جمع 1. پی x مساوی به x به توان 100 جمع 1. یا الله، جمع 1 نه جمع x. دیگه چی رو گفته پی 1 جمع پی 1 پیدا کنین. چی میگه؟ پی 1 را پیدا بکنین که تی پی 1 جمع پی 1 لانی 2 را پیدا بکنین. و این سوال از خود یک 4 جوابه هم داره. جواب اولش است 4 لانی ای مربع. جواب دومش است لانی 4 ای مربع. جواب سومش است 2 ای لن 4. جواب چهارمش است لن 4. اینی را گفته پیدا بکنی این سوال. اول خود این سوال که تو حل میکنی ام پی یک ای دو حد است، پی یک اوم داره اوم داره، ام پی یک را خود مشترک بگیرشان. باز داخل قوس چی میمونه؟ جایزی حد 1. جایزی حد چی پی یک شا گرفتی تماما لن 2. اینال پی یک چی مونه؟ پی یک یعنی در اینی پولینوم بجای x ها چند نشته کنی؟ 1 نشته کنی. بجای x 1 نشته که 1 بتان 100، بجای x هم 1 نشته که این داخل یک قوس است، نه چون دولت ضرب است کرد دیگه. اینجا یک هم که است بجای یک هم نشته میتونم لن ای جمع لن 2. لن بجای یک چرا لن ای نشته کردم؟ چون که اینجا میبینی یک دانه لن است، دو حد نیست، دو حد نیست، یک دانه لن است و ای هم در خود داره. این رو باید داشته باشین. لن ای جوابش چند است؟ 1. همین خود لن چی است؟ لوگاریتم است، قاعدهش ای باشه. قاعدهش ای باشه. لن لوگاریتم است، قاعدهش ای باشه. باز اینا اگر اینجا ای آمد، باز اینجا ای آمد، جوابش چند میشه؟ 1. 1 بتان 100 پس 1. 1 جمع 1 پس چند؟ 2. ضربه. دو دانه لن یا لوگاریتم که دالت ضرب باشه میتونیم، دالت جمع که باشه میتونیم یکی رو بگیریم عددهایش ضرب کنیم. 2 ضرب ای 2 ای.
این حال یعنی زن بخشید لن که یک ضریب داشت میتونید ضریبش به توان انتقال بدید. لن به توان کی میره؟ این دویی کلن به توان دو، باز میشه لن دو به توان دو 4. ای هم خودش ای مربع. یعنی این سوال تایی که قیمت پولینوم باشه این کلش لوگاریتم بود. لوگاریتم بود به این معنا که تو این حالت شاید نفهمیده باشی، خیلی گپی نیست، با لوگاریتم خواندی یاد میگیری. یک جمع لن دو به جای یک لن این نشته کردیم، باز دو تا لن که دولت جمع باشه میتونی یکش بگیری، این یکش ضرب کنی، 2 ضرب ای میشه 2 ای. با ضریب که داشت میتونی به توان ببری، ضریبش به توان بردیم، به توان کلی چیز 2 4 میشه، ایش ای مربع میشه. که جواب چندمش است؟ جواب اولش است. از جمله سوالات کنکور سالهای 2000 دوربر 2020. من مشخص گفتن نمیتونم، میشه یک سال آمده باشه یک سال نامتش بخو. البته سوالام تو تکرار میشد یک سلسله دیگه، نمیشه یک سوال چندین سال بیاید، تو نبود که کلا هر سال جدید باشه. نه حدودا 60% تکرار بود. یعنی یک نفر اگر خود را حاکم میساخت روی سوالات کنکور سالهای گذشته، حاکم چی مانا که اتنه کوره حفظ کرده باشه جوابا را یا میخوانی کرده باشه، حاکم به این مانا که موضوع را بفهمه و قادر باشه به اینکه حل بتانه بدون مشکل. بازنمو بود که آدم چانسی که در کنکور خودم باز کامیاب شوم اون سال، چانسش بود بیشتر یا زیادتر. خب ببینیم دیگه هم کدام سوال است یا که نه. دیگه سوال هم هست، خوب کلش لوگاریتم است دیگه. اما قیمت پولینوم را فهمیدیم. وقتی که از ما یک پولینوم پی ایکس داده بود و پی ای را خواسته بود، ای چی مونه؟ هر چیز ای یک عدد حقیقی، بازم ایکس رو پس میگیری بجایش ای میمونی، کل ایکس ها رو پس میگیری بجایش هر چیزی که داده بود امور میمونی. حالا بعضی اوقات گفته به صورت پارامتریک هم داده میشه، بعضی اوقات به صورت پارامتریک هم داده میشه. یه خب محاسبهش هست. این حال گپ دیگهش، بعضی اوقات قیمت پولینوم به صورت پارامتریک هم داده میشه که باز در صورت از قیمت خود پولینوم استفاده میکنیم. مثلا اینجا یک دانه سوال است، پی ایکس مساوی به 2x مکعب، پی ایکس مساوی به 2x مکعب منفی k x مربع منفی k x مربع مثبت 2. گفتن اگر پی منفی 2 مساوی به 3 باشه، شما پیدا کنین قیمت k چند است. اگر پی منفی 2 مساوی به 3 باشه، این حال خود نمیخو خود یک جزء که اضافه باز میته برتان آنم سوال از اون طریق حل میشه. گفته پی منفی 2 مساوی به 3، یعنی تو بجای پولینوم منفی 2 بان جوابش باز چند بگی؟ 3 بگی. خیلی بیایم بجای پی 2 منفی 2 را پیدا کنیم. پی منفی 2 چی است که در این پولینوم چند نشته کنیم؟ منفی 2 خودش منفی 2 کل مربع نه مکعب کار نمیفهمیم خودش بجای از این مربع مثبت 2 مساوی به یعنی میکشه است پی منفی 2 است. یعنی در پولینوم پی منفی 2 بنده پولینوم پی که یعنی بود منفی 2 مانه. جواب چند میشه؟ 3. این معادله حل کو قیمت که خودش پیدا میشه. منفی 3 به توان 3 میشه منفی 27. منفی 2 به توان 2 چند میشه؟ میشه 4. جمع 2 مساوی به 3. اینا رو کل کنیم. منفی 2 ضرب منفی 27 میشه منفی 54. منفی 4 ضرب کم میشه منفی 4 که جمع 2 مساوی به 0 مساوی به بخشید 3. این منفی 4 کار خودش منفی 54 که جمع 2 شما میشه منفی 56. نه این میشه منفی 52 وقتی که علامهش منفی است مساوی به 3. منفی 52 طرف بره چند میشه؟ مثبت 52. باز 52 که 3 جمع شه 55 اطراف تقسیم منفی 4. جواب سوال منفی 54 بر منفی 55 بر 4. این قیمت که پیدا شد. و زمانی که میگه که یک پولینوم پارامتریک میتونه، پارامتریک چی معنی؟ ضریبش نامعلوم، مثلا این ضریبش که بود، این داد بر ما گفت این کار قسم پیدا کو که یعنی پی منفی 2 3 شد. خود تو بگم پی منفی 2 رو پیدا کو، اون جوابش مساوی به 3 بود. باز اون حل کو جواب که پیدا میشه. پی
اینجا ما که منفی 3 ماندیم، باز یک جای منفی 2 ماندیم. خب مشکل نیست، خیر است. شما خب اشتباه را فهمیدیم، شما درست باز کنین. یعنی اینجا باید منفی 2 مانده شد. یعنی پی منفی 2 چی مانه که بجای کل ایکس ها ما منفی 2 ماندیم، بجای ایکس ها، نه بجای که را خب ما قیمتش نداریم. او را که ماندیم مثلا به معدد هم قرار دادی، بازون هر چیز را که بر ما جور کرده بود خانم باز پیدا میشه دیگه. یا است سوالات پارامتریکش چی مانه که یعنی ضریبایش نامعلوم. ضریبایش نامعلوم باز یگان حساب کتاب برات میته، میگه از اینی طریقه هم ضریب نامعلوم پیدا بکنی، یا که یا پی یا ام. باز تو از اون حسابی را که برات تو معلوم کرده با استفاده از همون سوال را حل میکنی. خب ما ببینم اگه کدام مثال دیگه هم بود حل میکنیم، اگه نه که باز پیش میریم روی موضوع بعدی. مثال بعدی. این مثال بیچاره مثال یک ساده گفته کیو اکس که است اکس مکعب مثبت که است، قیمت که را قسم پیدا کنین که کیوی 2 4 شوه. اگه کیوی 2 4 شوه قیمت که چند میشه؟ پس کیوی 2 که 4 شوه یعنی که بگی کیوی 2 رو پیدا کنین پولینوم واسه به 4 بان. کیوی 2 چی مانه که بجای ایکس ها 4 2 بانیم، 2 بتان 3 ده این پولینوم مکمل بگی فقط بجای ایکسش 2 ماندیم کار خودش. پس یعنی میشد کیوی 2 همین که تو بجای ایکس یک پولینوم یک عدد ماندی اونمو کیوی همون چیز میشه. مساوی به چند بانی میره؟ 4. 2 بتان 3 8 8 جمع کم مساوی به 4 کم مساوی به چند؟ منفی 4. 8 تو طرف رفت شد منفی 8، باز منفی 8 که 4 چند شد برای ما؟ منفی 8 و 4 شد منفی 4. خب بریم بخیر مثال دیگه ما ببینم هست یا نه. مثال دیگه یک دانه مثال دیگه هم هست، باز میریم روی موضوع به نام قیمت مجموعی ضرایب. گفته پولینوم پی اکس مساوی است به 2m منفی 1 x مربع مثبت m جمع 1 x مثبت 2. گفته که پی 2 مساوی است به منفی 3. پی 2 مساوی است به منفی 3. قیمت m را پیدا بکنید. چند میشه؟ پی 2 مساوی است به منفی 3 قیمت m را پیدا کنید. پی 2 مساوی به منفی 3 به این معنی که بگی یعنی پولینوم را بگی هر جایی که x دیدی بجایش چند بان؟ 2 بان. اونم پولینوم را بگی دیگه m کار نداری، هر جایی که x دیدی بجایش چند بان؟ 2 جمع m کار نداریم، m خو ضریب است، ما تنها x کار داریم. انمی رو باز بجای x پولینوم پی را گرفتی بجای x هاش 2 ماندی، باز جوابش چند قرار بده؟ منفی 3. 2 مربع 4 بازی 4 ضرب چند حد میشه؟ ضرب بر 2 حد. 4 ضرب 2 8. 4 ضرب منفی 1 منفی 4. بازی نی 2 ضرب چند دانه زیاد میشه؟ ضرب بر 2. 2 ضرب m 2m. 2 ضرب 1 2 جمع 2 مساوی به منفی 3. 2m 8m چند میشه؟ 10m. منفی 4 و مثبت 2 و مثبت 2 میشه 0 که جوابش منفی 3. قیمت m چند پیدا شد؟ منفی 3 بر 10. یعنی هم قیمت m پیدا شد. خدا کنه که هم فهمیده باشین. یعنی زمانی که از ما شما میگه پارامتریک میده، باز میگه این قیمت پولینوم این قشه این قدر شد، تو بگی این قدرش پیدا که باز چی کار میکنی؟ یعنی که همون کار میکنی دیگه. یعنی کار گفته این قش میشه باز امیر را تشکیل میدی مثلا به اون قرار میدی. از اون طریق کنه قیمت همون پارامتر پیدا میشه. پارامتر چی معنی میده؟ پارامتر یعنی که یک ضریب نامشخص نامعین است، فقط تو باید با نظر داشت یکان شرط و شرایط خاص باید او را معین کنی. خب از محاسبه قیمت پولینوم که بگذاریم که چی بود؟ ای بود که بجای x یک قیمت مشخص را میمونی حساب میکنی.
حساب میکنی باز هر چند که شد اون جوابش پیدا میشه دیگه. خب مجموع ضرایب پولینوم همونطور که از نامش پیداست، یعنی اون ضرایبش بگی جمع کن دیگه. چی بگوییم حالا برازی؟ مثلا پی اکس مساوی است به 2x مکعب منفی 4x مثبت 1. این عددا رو بگی جمع بکن. مجموع چی رقم مجموع است ای؟ خدایا. مجموعه ضرایب. ببین مجموعه ضرایب چی معنی؟ یعنی عدد ضریب از چند است؟ 2. ضریب از دیگه چند است؟ منفی 4. عدد ضریب از چند است؟ عدد یعنی عدد ثابت چند است؟ 4. کلش جمع کن 2 منفی 4 میشه منفی 2 منفی 2 یک میشه منفی 1. مجموعه ضرایب از منفی 1 است همونطور که از نامش پیداست. اما باز دست چرا این را تحت نام قیمت پولینوم خواندیم؟ چون با او یک ربط داره. مجموعه ضرایب کاملا یکسان است به اینکه ما پی 1 را پیدا بکنیم. یعنی به جای x چند قیمت بریم؟ 1. همین میگم میشه. تو ببین من پی 1 اینجا پیدا کنم. به جای x 1 بانم 2 ضرب 1 به توان 3 منفی 4 ضرب 1 جمع 1. 1 به توان 3 1. 1 ضرب 2 2. نه منفی نیست بلکه مثبت نیست بلکه منفی است. منفی خودش 1 ضرب 4 4 جمع 1 هم پس خودش. پس این همون چیز نشده. اونجا که به جای x 1 میمونی و 1 پس که بر توانم بره پس 1 است باز 1 ضرب ضریب خودش پس هم ضریب تمام ضرایب به تو میمونه. یعنی 1 که بونی باز 2 منفی 4 پس جواب سوالم منفی 1. پس مجموع ضرایب به زبان فارسی پی 1 به زبان ریاضی. یعنی اگر کدام وقت میگم بیگ مجموع ضرایب پیدا کن عاجل کن پی 1 پیدا کن. یعنی به جای x چند قیمت بون؟ به جای متحول ها 1. پس اینجا نشته میکنم به عوض متحول ها عدد 1 قیمت گذاری میکنیم. به عوض متحول ها عدد 1 قیمت گذاری میکنیم. ببینیم کدام مثال مخصوص داره یا که نداره. مجموع ضرایب نداره. اینی هم خب یک دانه پولینوم داده گفته مجموع ضرایبش پیدا کنیم. پولینوم از کیا x مساوی به 4x مربع 4x مربع منفی 9x مثبت 1. گفته مجموع ضرایبش پیدا کنیم. مجموع ضرایب که گفت یعنی که دونمو متحول دونم سوال بجای متحولاش چند بون؟ 1. 4 1 مربع منفی 9 1 مثبت 1 که 1 مربع 1 1 ضرب 4 میشه 4 1 ضرب 9 میشه 9 جمع 1 هم پس خودش. جواب سوال میشه منفی 4. اگر مجموع ضرایب مثل بجده باشه قیمت ام را داره بود. اینه مجموع ضرایب فهمیدی که مجموع ضرایب خود در اصل خونمون ضریب کار جمع کو باز در حساب ریاضی ارتباط میگیره به چند؟ به پی 1. یعنی پی 1 هم که بانی همون یک گپ اونم کمی حل کنی فقط هم ضرایبش میمونه دیگه چون متحول 1 میشه. هر چیز ضرب 1 شه پس خودش کی ضرب متحول میشه؟ ضریبش ضرب از 1 پس خود ضریبش تنها ضریبا برای ما میمونه و ما میتونیم باز به بسیار سادگی حل بکنیم و بگوییم که قیمت یا مجموع ضرایب چند است. پس بعد از اینکه گفت مجموع ضرایب یعنی که به جای متحول چند؟ 1. اگر نام پولینوم پی بود باز یعنی پی چند؟ پی 1. یا از خود سوالای پارامتریک داره. همین مجموع ضرایب هم از خود سوالات پارامتریک داره. مثلا اینجا گفته mx مربع منفی 2x مثبت 1 mx مربع منفی 2x مثبت 1. گفته مجموع ضرایب از 18 است. این پولینوم هم است نامش qx. مجموع ضرایب از مساوی است به چند؟ 18. گفته قیمت m را پیدا بکنین چند است. قیمت m را پیدا کنین. خب همین که گفت مجموع ضرایب در حساب ریاضی چی معنا میته؟ که به جای x 1 بون یعنی q خامو پولینوم q به جای x چند بونیم؟ 1. اینمی مساوی است به 18 یعنی q 1 مساوی به 18 است. خیلی q 1 پیدا کنین به جای بگین متحول بگی یعنی پولینوم بگی به جای x کلا چند بون؟ 1 بون مساوی به 18. 1 مربع 1 1 ضرب m
m. 1 ضرب 2 2 مثبت 1 مساوی به 18. این میشه منفی 1 دو طرف برو که از دیگه میشه 19. قیمت m شد 19. امی که گفت مجموع ضرب یک چیز اینه قدر است. مجموع ضرب به این معنی که اونمو سوال بگی که نامش از q(x) بجای xش 1 بن یعنی q1 q1 مساوی به 18. q1 چی معنی که در پولینوم بجای xش چند نوشته کنیم 18 نوشته کنیم. ببینیم کدام مثال دیگه هم است یا که نیست. اگر مجموع ضرایب دیگه او تو کدام سوال خاص نیست، فقط یک دانه سوال دیگه هم امیجا داده برمو دیگه. کلا گفتم مجموع ضرایب پیدا کن. ما چی گفتم مجموع ضرایب قدر پیدا کن؟ هر وقت مجموع ضرایب کار داشتی به جای متحول چند نوشته کو 1. حتی اگه چندین متحول بود به جای کلگیش از 1 سر چند نوشته میکنی 1. این اگه چندین متحوله مثلا پولینوم داده a مساوی به 4x مربع y منفی 2 2x منفی y مربع مثبت 1. مجموع ضریب زیر پیدا میکنی به جای کلگیش 1 میوانی a 1 4 ضرب 1 مربع ضرب 1 منفی 2 2 ضرب 1 منفی 1 مربع جمع 1. چیزی که x و y بود به جایش 1 مانده. 1 مربع 1 1 1 1 1 ضرب 4 4 منفی اول قوس حل میکنیم 1 مربع 1 1 2 2 2 منفی 1 1 بازو 1 ضرب 2 پس خودش میشه مثبت 1. جواب سوال چند میشه؟ 4 منفی 2 جوابش 3. یعنی هم چندین متحولش. یک دو مثال دیگه هم از مجموع ضرایب است. گفتم مجموع ضرایب چند میشه؟ x منفی 2 کل به توان 100. x منفی 2 کل به توان 100 2x منفی 3 کل به توان 200 و x جمع 1 کل به توان 4. x جمع 1 کل به توان 4. گفتم مجموع ضرایب چند است؟ بیایم پیدا کنیم. همین که گفت مجموع ضرایب بجای متحولات چند نوشته کنیم 1. یک دانه متحول x داره بجای 1 نوشته میکنیم. 1 منفی 2 کل به توان 100 2 ضرب 1 منفی 3 کل به توان 200 1 جمع 1 کل به توان 4. قوسم کل دالت ضرب است. 1 منفی 2 جواب این اینجا چند میشه؟ منفی 1 کل به توان 100. این قوس 2 ضرب 1 2 2 منفی 3 منفی 1 کل به توان 200 و اینجا 1 جمع 1 چند میشه؟ 2 2 به توان 4. او رو چرا قوس نگرفتم؟ چون تنها خودش بود منفی نداشت. منفی به توان 100 منفی 100 دفعه جفت دفعه ضرب کنی مثبت 1 به توان 100 پس 1 منفی که 200 دفعه ضرب کنی باز مثبت 1 به توان 200 پس 1 2 به توان 4 16. جواب سوال 1 1 1 1 16 16. جواب سوال شد 16. و یک دانه سوال دیگه هم از گفته برای x مساوی به 2 کدام پولینوم بیشترین قیمت را دارد. یا یک سوال هم از ریاضی صنف دست و هم در کنکور بسیار رو رقمی سوال تکرار میشد. بیشترین قیمت کمترین قیمت زیاد می آوردن هم رقمی سوالات 4 جوابه بودن. باستون پیدا میکردی که کدامش بیشترین یا کدامش هم کمترین قیمت را داره. سوال است گفته برای x مساوی به 2 برای x مساوی به 2 کدام پولینوم بیشترین قیمت را دارد. در جواب اولش آمده x جمع 2. جواب b است x جمع 2 کل مربع جمع 4 x منفی 3 کل مکعب x منفی 3 کل مکعب جمع 9 و d هم است x جمع 2 کل مربع منفی 15. این منظور از است که امی دوره که دمی پولینوم ها بانی کدامش زیادترین قیمت را بر ما جور میکنه. خب این بانیم به جای x 2 بان 2 جمع 2 چند میشه ایزی 4
از این دیگه 2 جمع 2 4 4 مربع 16 16 و 4 20 2 منفی 3 منفی 1 منفی 1 به توان 3 پس منفی 1 منفی 1 و منفی 9 منفی 10 2 جمع 2 4 4 مربع 16 16 منفی 15 1 کدامش زیاد است؟ طبعا 20 زیاد است دیگه. کمترین قیمت اگه میگفت کدام بود؟ کمترینش منفی 10 کوچکترینش منفی 10 بزرگترینش هم 20. گفته بود برای x مساوی به 2 یعنی که 2 اگر قیمت بانیم در این پولینومای زر در 4 دانه پولینوم که داده شده کدامش بیشترین قیمت را جور میکنه. بیشترین قیمت را پیدا کردیم که شد 20 یعنی قیمت x مساوی به 2 را ماندی باز محاسبه کردی باز نشد جوابش 20. این پولینوم ها بسیار درسای ساده و روان است نه زیاد سخت نمیخوره سرادا. خدا کنه که یاد بگیرین این گپا را حتما یاد میگیرن دیگه چیزی نیست که یاد نگیریم. ببینیم دیگه کدام مثال خاص عام فرق نمیکنه عام باشه خاص باشه نه دیگه نیست مثال هم دیگه نیست و درس قیمت پولینوم و مجموع ضرایب را همینجا خاتمه میتیم. ایام خوب و خوش داشته باشین. خدا نگهدار.